سلام دوستان عزیز، امیدوارم همه شما خوب و تن صحت هستید. خوش آمدید به کانال ما. ویدیو ما سر میشد امروز از پختن همین تارت بیسکویت. مرحمت با ما باشید. به تارت ما لازم است دخترها همین 4 دانه تخم. 4 دانه تخم من سفیدی از زردش اینطور جدا کردم. انا همینطور من جدا کردم دخترها. نغز کک تا سفید شده نشه لخت میزنیم دخترها. انا همینطور من لحظه کم کم شکر می اندازم. در اینجا من دخترها با 4 دانه تخم 4 قاشق شکر همراه کردم. 4 قاشق شکر 4 قاشق آرد همراه کردم. تا آخری ویدیو با ما باشید دخترها. من همین اکنون دخترها من همیز 4 دانه زردی تخم یکته وقتی که بیزی شد من همینطور یک دان زردی تخم انا همینطور لخت میزنم. من همینطور این بیسکویتی کم خرج آسان. در اینجا دخترها من 4 قاشق پر آرد همراه کردم. 4 قاشق کلان پر آرد و 1 قاشقچه رازری خریدیل همراه کردم. شما میتوانید ساده استفاده برید. من 1 قاشقچه رازری خریدیل استفاده بردم.
در اینجا دخترها من به میکسر دستی آوردم به یک طرف انا همین طور تاب میکنم. من دخترها انا همین طور نه غفصی بد نه سیوقی بد بیاد. من همین طور تیار شد. من در اینجا دخترها 8 دانه تخمه به 4 دانگی تقسیم کرده. یک قسمش با شما برای ویدیو نشان دادم. با یک قسم دیگه من بعد همیشه بیسکویت کردم. از مابینش تقسیم کرده به 4 قسم. بعد کریم کردم دخترها. اکنون دخترها من این دخافکه میمانم تخمینا به 170 گرادوس در مدت 30 دقیقه تیار میشه. در اینجا دخترها من برای کریمش 500 میلی لیتر پیتمال یعنی سلیفکی 33%، 500 میلی لیتر من 33% و 300 گرم تворогم 15%. یعنی فرق ندارد 15% می 5% می فرق ندارد. اکنون دخترم من سلیفکی من را تا سخت شده نشه خیلی لحظه زدم. به سلیفکی شما میخواهید دیگر چیز استفاده برید، خواه ملکای استفاده برید، خواه میخواهید یک چیز استفاده برید. من به سلیفکی ما من میخواه ساخرنی پودر استفاده بردم. 200 گرم ساخرنی پودر استفاده بردم تا خیلی شیرینیش به شما وابسته. من در اینجا من کمتر و همه برای آرایشش کمتر سلیفکی من برای آرایشش گرفته مانده. 300 گرم تворог اکنون من به سلیفکی همراه کردم. من میبینید 300 گرم این تворог من 400 گرمه. من 300 گرمش انداخته 100 گرمش گرفته مانده. نه 300 گرمش کفایه برای آنکه خودش قبطی بیسکویت ما 4 قبط برای همین من 300 گرمش انداختم. من حتما تیار کنید دخترها، خیلی به مزه بیاد. من بار دوم در اینجا دخترها من بیسکویت ما تیار شد. من بیسکویت خیلی بلندی نغز آمد. این قالبی من 25 سانتی متر. شما میتوانید من به 20 سانتی متر یا 22 سانتی متر یا 18 سانتی متر من خیلی بلندی خوش رو آمد. من با 4 دانه تخم یعنی بیسکویتی ما خیلی بلندی پیشنی نغز آمد. من کانال ما دخترها دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما آبونه شوید. لایک های خود دریغ ندارید. کسانی میخواهند با پخت و پزای نو کم خرج به تگی کامنتاری ها نوشتن رحمت برای لایک ها تا رحمت برای تماشای ویدیوهای ما. حتما به یار و دوستاتان پدیلیت کنید. من دخترها 4 قبط شد. من یک قبط دیگه باز پختم برای شما. من یک قبطش ویدیو کرده بودم. من اکنون در اینجا کریمامو میمالم. من برای من پرپیتگاش من ملکا آب همراه کردم. یعنی هرچه آمیخته کرده به قبطی تارت برای سخای نامدنش من وی استفاده بردم. من کریمی ما خیلی نغز آمد. نه برای آرایشش تворог نمیشد. برای همین من برای آرایشش کمتر از سلیفکی ها گرفته ماندم.
یگان دخترها سوال و درخواستاتان باشد به تکی کامنتاری ها نوشتم. حتما نفهمیدگی چیزاتان من حتما جواب میگردانم. درباره پخت و پز، درباره همین یگان سوال همین تارت و پیچیانی بمیسم باز یگان سوالاتان باشه حتما به تکی کامنتاری ها نوشتم. من حتما جواب میگردانم دخترها. من در اینجا من به هر قبطش کریم قفص مالیده. من به بالایش من یعنی وریانک استفاده بردم. من وریانکی ما کم من همینتر من برای اینکه آرایشش با دیگر خیلی نمود شود برای همین من انصاف وریانک استفاده بردم. برای گیردش باشد کمتر پیچانی و چماق استفاده بردم. من همین تا من انصاف تارتمای میخواد آرا دادم. حتما تیار کنید تارت ما خیلی با مزه بیاد. من همینطور من آرایش دادم. کانالی ما دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما. خیر دخترها در پناه الله مهربان باشید تا ویدیوی آینده. خیر.